روزی در بازار آهنگران مردی را دیدم که آهن گداخته را با دستهایش جابجا می‌کرد بدون اینکه کوچکترین نشانی از درد یا سوختگی در صورتش باشد. از روی کنجکاوی جلو رفتم و از او پرسیدم: ای مرد، چطور می‌توانی آهن داغ را با دستت بگیری و نسوزی؟ آهنگر سری به زیر انداخت و با لحنی غمگین گفت: داستان تلخی پشت این ماجراست. روزی زنی به همراه 3 کودک گرسنه نزد من آمد. او با التماس گفت: کودکانم گرسنه‌اند، چیزی به من بده. من که شیطان در دلم رخنه کرده بود، به زیباییش خیره شدم و گفتم: به شرطی به تو کمک می‌کنم که شبی را با من باشی. زن سرش را پایین انداخت و گفت: من زنی پاکدامن هستم و هرگز چنین کاری نخواهم کرد. او رفت و من هیچ کمکی به او نکردم. روز بعد زن دوباره آمد و باز همان التماس‌ها و همان نگاه‌های دردآلود. من دوباره همان شرط را تکرار کردم و باز او رد کرد. روز سوم که آمد، کودکانش از شدت گرسنگی دیگر نای ایستادن نداشتند. زن با گریه و صدایی شکسته گفت: قبول می‌کنم، به شرطی که جایی باشد که هیچکس ما را نبیند. او را به خانه‌ام بردم، اما درست زمانی که خواستم به او نزدیک شوم، دیدم به شدت می‌لرزد. از او پرسیدم: چرا اینقدر می‌لرزی؟ زن با چشمانی اشبار گفت: خداوند و 4 فرشته ما را نظاره می‌کنند. چگونه نترسم؟ همان لحظه انگار تیشه‌ای به ریشه روحم خورد. از خودم بیزار شدم. زانو زدم و گریه کردم. گندم و آذوقه زیادی به او دادم و او با دعای خیر من را ترک کرد. از آن روز به بعد هر بار که دستم به آهن گداخته میرسد، گویی یاد آتش آن گناهی میافتم که میتوانستم مرتکب شوم. خداوند این آتش دنیا را به جان من انداخته تا شاید از آتش آخرت درمان بمانم. مرد این را گفت و دوباره به کارش مشغول شد، اما صدای چکش او دیگر مثل قبل نبود. انگار هر ضربه‌اش ندای توبه‌ای بود که به آسمان میرفت.